بسیار زیاد تشکر از برکت توی کار. خواهش میکنم بیادر، انشالله که بعد از این نوبت ما و سایلا باشه. انشالله. حال یک کار دیگه مانده، باید به خانواده خود بگویم. بیادر مطمئن هستی؟ بی اول نکاح کنیم بعد از خبر بده. نه خیر اردار، من این کار با الیف نمیتونم. او را از هیچ کسی پنهان نمیکنم، از هیچ کسی دور نمیسازم. ما هیچ کاری نمیکنیم که بشرمیم. ما سر خانم زیبای خود افتخار میکنم. من با چه گفتم ها؟ چه گفتم ها؟ نگفتم اون دختر از بچه‌م دور بساز؟ آقا شما بعضی چیزا رو نمیفهمید. اما چی رو نمیفهمم؟ عروسی کردنه؟ با چه احمق همراه دختر نکاح کرده؟ خبر داشتی همون تو نیست چرا دهنت باز مانده؟ اما هنوز یک فرصت دیگر داری تا قبل از نکاح رسمی باید این کار ختم کنی. با زور دختر عاشق خود بسازم اما مرا نمیخوایم. بله اصول کار بگی. از هر روشی میخوای استفاده کو، اگر نه او را از بین میبرم. هر کاری که میکنی بکن اما او را از بچه‌م دور بساز. فهمیدی؟ کاکا ابراهیم، چی شده دخترم؟ وقتی گفتی زیاد مهم است به تشویش شدم. شرکتی صاف‌سودا доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоем. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. بفرمایین بشینین براتون میگم. از اینکه لبخند به لبایت هست حتما خبر خوب داری. کاکا ابراهیم موادی نیز عروسی میکنیم. همراه قماندان؟ چی وقتی تصمیم گرفتین دخترم؟ ای آخرین خواست مادرم بود. در حضور مادرم ما نکاح کردیم. ادی نیز امروز کارهای رسمی را شروع میکنه. تبریک باشه. چی بگویم؟ شما بالای من قهر هستین کاکا ابراهیم؟ نه خیر دخترم، قهر نشدم. چرا قهر شوم؟ من فقط به تشویش شما دو نفر شدم دخترم. این روزها را ما هم تجربه کردیم اما بیبی عاقبت خیر نداشت. اما هر مشکل قبول داریم. جدایی را قبول دارین دخترم؟ دختر مقبوله. انسان هر چیز تحمل کرده میتونه اما جدایی را تحمل نمیتونه. خداوند شما را از هم جدا نسازه. آمین.
خوش آمدی بچیم. امروز زود آمدی. پدرم خانه است مادر. خانه است. چی شده؟ درباره یک موضوع مهم امرویتان گپ میزنم. پدر دهولی است. دینیز بچم خوش آمدی. چطور هستی؟ خوب هستم پدر، زنده باشن. سنجر جان، دینیز میخوای همراه ما گپ بزنه. گفت بسیار مهم است. خب بشنوم بچم. مشتاق هستم که بشنوم. پدر، حاشیه روی نمی کنم. موضوع درباره الیف است. باز دیگه او دختر از کجا شد بچیم؟ مادر، ما حقیقت به شما نگفتیم. ما و الیف هیچ وقت جدا نشدیم. دینیز تو چرا این کار میکنی بچه؟ بارا برات نگفتم که به این کارت راضی نیستم؟ گفتیم. مادرم هم گفت، شما هم گفتیم، الیف هم گفت، همگی برام گفت. اما من عاشق شدم پدر. میخوایی بگویی که گپای ما برای تو هیچ ارزش نداره؟ مشنوی شنایی؟ بیازو تو قبلا تصمیم خود گرفتی. از ما چی انتظار داری؟ میخوایم کمکم کنه. من امروز کارای نکار را آغاز کردم. یعنی فقط با ما خوش باشین گفتن ماندی؟ مادر قسم نگوین. ما دیگه تحمل نمیتونم. شنایی لطفاً بشی. من از این پیوند راضی نیستم، اما مانعشم شدن نمیتونم. به اندازه کافی او دخترم میشناسم، اما مجبور نیستم دوستش داشته باشم. یعنی باید همراه بچه خود باشی. این تنها اولاد ماست. سنجر زندگیش تباه میشه، از وظیفهش اخراج میشه، اعتبار تو از بین میره. تو متوجه هستی که چی را قبول میکنی سنجر؟ حتما دنیز دایی باره خوب فکر کرده. همون تو نیست؟ بله پدر، تصمیم من جدی است. همراه الیف عروسی میکنم. جزای کارهای خودم میبینم. ما سنجر آیدین که همراه ارتجایی ها مبارزه میکنم، باز با بچه خود یه خانم چادر پوشه میگیرم. وای نکو بچه، از این کار منصرف شو. نمیتونم مادر، از الیف منصرف نمیشم. درست است شده، درست است. چه وقت به خواستگاری دختر داری؟ به خواستگاری؟ خواستگاری دیگه از کجا شد؟ باید خواستگاری کنیم، اما تو نیست. او دختر خانواده نداره، اما بچه ما خود داره. بچه ما از خود پدر مادر داره. اگر راضی نباشه ما باید وظیفه خود انجام بدیم. برش خبر بده. امشب به خواستگاری میریم. اگر قوم خیشدار را دعوتشون کنیم. در ضمن از تو هم یک خواهش دارم. از این نارضایتی ما باید کسی خبر نشه. خوشی را خو از ما گرفتی. حداقل اعتبار ما را از بین نبر. پدر، تشکر از همه چیز. از این کارت پشیمان خود شدی. از تو کده بیشتر الیف ده این کار ضرر خود دید بچه. سنجر، چی میخوای انجام بدی؟ خواستگاری چی؟ تو چی میگی؟ کدام خواستگاری؟ دینیز نباید بالای ما شک کنه، اجازه بده تا آخر فکر کنه که ما هم دستش هستیم. حتی لباس عروسی هم میخریم. راحت باش. خانم شنایی، من خانه رفته میتونم؟ بله رفته میتونی. خولیا، با خواهرت بگو که شام به خواستگاری میایم، خبر باشه. ای پولم بگی برش بده.
شاید کدام چیز بر خود بخره. هر چی میخواه بخره. درست است تو تشویش نکن. من برش میتونم تا آمادگی رو شروع کنم. درست است. شام تو خانه نباش. نباید مادرم تو رو ببینم. مهم عروسی شماست. شما که به هم برسین من به خاطر شما شبا خانه نمیرم. مادرتون مرا نبینم. در هر بخش داستان از یک دوست اخراج شده خود یادآور میشیم. این همه ظلمه با تصاویر و متن نشان میتیم دوستا. این کار میکنیم اما ببینیم که میخواین یا نه. رایگان و چاپ میرسانیم. اگر ضرورت شد دوستای رضاکار خدا پیدا میکنیم تا مجله برشان بدهیم. خانه به خانه توزیع کنن. هر چقدر که کوشش کنین، چغ بزنین، نشر کنین، کلش بفایده است. همگی کور و کار شدن. این ظلم هیچ کسی نمیبینه. دوستای ما هم هیچ امیدوار نسازین. تا وقتی که اونا را از بین نبریم هیچ کس در این کشور راحت نمیشه. این دوست ما کی است؟ تازه از وظیفه خود سبکدوش شده. خانمش از تشویش زیاد طفل خود از دست داده بیچاره. سهیلا او بسیار خوش است. خدا میفهمه چی فکر میکنه. همراه ما گپ نمیزنه فلیس. ایلی بیا چند دقیقه گپ بزنیم. بگو دیگه بریم. تو چی میپوشی؟ تصمیمت چی است؟ من هیچ نمیفهمم. پولم نداریم. دخترها چرا تو شیشتین؟ بخیزین آمادگی بگیرین شب مهمان داریم. گفتی مهمان؟ بله دینیز بیادر برم گفت امشب به خواستگاری تو میاین. هولیا تو چی میگی؟ راستش درباره او غلط فکر کردم اما در مقابلشان استاده شد. گفت که من این دختر دوست دارم باید بگیرم. بسیار خوش شدم ایلی. آفرین به دینیز. مادرش چی گفت؟ پدرش عصبانی شد. راستش مام زیاد متعجب شدم. گفت که اولاد ما هستی باید وظیفه خود انجام بدی. به هر صورت من لباسای خود تبدیل کرده بیرون میرم. نمیخوایم که من اینجا ببینن. صبر کن نرو. تو رام ببینن. بیا زوغال هم کار بام شدین دیگه. بعد از این کار کردن تو در او خانه هیچ خوب نیست. میفهمم اما دینیز بیادر از من خواهش کرد. حتما نمیخوای که کسی مزاحم کارش شود. هولیا تو خود جگر خون نمیشی همه تو نیست؟ نه خیر گپای ناک نزن. فرق نمیکنه. من بیرون میرم و تفریح میکنم. کافیست که شما خوش باشی. دیدی خواهر همه چیز خوب شده میره. خدایا هزار بار شکرت. حالا چی کنیم؟ دخترا من چی کنم؟ مرا نباید پدرش ببینه. چرا؟ دیروز من با جای دلیک خود عروس معرفی کردم. جنرال سنجر خود مرا میشناسه. های بله راست میگی. اما حالا چی کنیم؟ زیاده روی نکنین دخترا. فقط که زلزله شده. این قسم همگیتون از خانه بیرون میشه. وقت آمده داشت بس خانه پنهان شو و بس. قرار نیستم اومه خانه رو خود تلاشی کنن. حالا دیگه اینجا استاد نشید زیاد کار داریم. حالا آمادگی بگی. این خوشی ها به زودی ختم میشن. خانه را سر چپه میکنن. چپه
السلام علیکم هموطنان عزیز. من یوسف استورا، اولیدار صاحب 3 فرزند، ستارش دیرکتری کمپانی فبرلی که همه شما زنهای خانشین را به کار دعوت میکنم. در کماند ما زیاد از 1000 نفر زنهای تاجیک، زنهای خانشین کار میکنند. نوابسته شما در تاجیکستان یا در روسیه. معاش نقص هم میگیرن. معاش 70 سومان تا 7000 سومان. این حال شما در بالای اکران محصولات های کمپانی فبرلیک را میبینید که به نهایت با صفت بوده، نرخ دسترس دارد. برای فرمایش و کار در واتساپ نویسین، همش رو میفهمونیم. نام نویس شدن و آموزشش همش بی پول است. ما با کار قبول میکنیم، فقط زنها را خواهش میکنم، فقط زنهای خانشین، زنهایی که به همین کار نیاز دارن نویسین، همش رو ساده کردن میفهمونیم. کدامی که کار کردن میخواهد مرحمت نویسین در نمره در واتساپ. باقی در امان الله مهربان باشین. خدا همتون نگهبان باشه. قدر پول ها برای شیرنی گرفتن کافی نیست. اگه داشت می داشتیم خودم آماده می کردیم. هولیا، این کار خیر است. تو هیچ پول ندادی، تو خود معاش داری. ما تا هنوز معاش نگرفتیم. اونا زیاد مصروف بودن، باز ازشان خواسته نتونستم. چند دانه بوتل داشت بس خانه بود. این آرام بده. اگرچه پول زیاده نمیشه اما مجبور هستیم، فرق نمیکنه. درست است، اما لباسای خودت تبدیل کده میرم. دینی جان چطور هستی؟ خوب هستم، زنده باشی. فکر میکنم کدام کار خیر است. بله، همه قسم از خدا را شکر. خوش آمدید. خوش باشید. میشه بگوین قیمت اینا چند است؟ 15 لیره است. 1 کیلویش. کل چه کیلویی چند است؟ تمامشان عین قیمت است. راستش اما میخوایم 1 کیلو بگیرم، اما پول ما کافی نیست. اگه خواسته باشین از تو شرکیاش بتون. درست است، از امو تو تا بتین.
تو هنوز هم اینجا هستی؟ چرا پرسیدی؟ باید آرایشگاه می بودی یا که نمیخوای خود آماده بسازی؟ آمادگی به خاطر چی؟ بسیار میبخشی، پس ما اشتباه کردیم. توبه کردیم خدایا، اگه چیز نگویم دلم آرام نمیشه. بیا زو عصبانی هستم، هر گفتنی که داری زودتر بگو. وقتی که از خانه بیرون شدم دینیزه دیدم، در دستش یک دسته گل بسیار زیبا و یک پاکت شیرینی بود. یعنی قسم معلوم میشد که به خواستگاری میره. من فکر کردم که خانه شما میره، اما معلوم میشه که خانه کدام کسی دیگه میره. اما جدی نگی جانم، هیچ تشویش نکن، خدا برات صبر بده. دستم دینی با کلگی اما تو میکنه. سلام. دختر او کی است؟ نمیفهمم جانم، از وقت که آمده ایم اینجا شیشته، ما هم نمیشناسمش. او خب همه سلام داد. ترسیدی؟ تو اینجا چی میکنی ها؟ میبینی که در اینجا قدم میزنم. درست است، اما مزاحمت ایلیف نمیشه. صبر کن، چرا عجله داری؟ مهمون میاد، باید خانه برم. درست است، اگه خواسته باشی من تا خانه میرسونمت. بشنو زیا، بعد از این برام مزاحمت کن و همراهیم گپ بزن. معلوم میشه که دینیسی مشوره را برات داده. ضرور نیست کسی برام مشوره بده، این همش خواسته خودم است. ایلیف ما با تو چی کردیم؟ ها؟ یعنی ناخواسته دلت شکستاندیم یا چیزی برات گفتیم؟ امشب خانواده دینیز میایم، به خواستگاری من همراه دینیز عروسی میکنم. ای قسم است، پس مبارک باشه. بعد از این باید همراه من ملاقات کنی، لطفاً مرا درک کن. درست است، تشویش نکن. من کار نمیکنم که تو شرمنده شوی. بسیار تشکر. نیت نه، قسمت کار خودم میکنم. چی شدم؟ درخت افتیده جنرال صاحب. پایین شو پاسش کن. عجله کو زود شو. 「
شو احمق سوار شو. لعنت به شیطان. اسکر امر کنین جنرال صاحب. چند لحظه پیش صدای فایر شنیده شد. اطراف بررسی کنید. زود شو. امرتان بجا میشه جنرال صاحب. زود شو برو. الیف یک بار بیبی که درست است یا نه؟ ها دیگه جانم ازی بیشتر نمیتونیم. تو یک بار طرف مسئله که این رنگ درست است؟ بسیار خوب است، درست است. آمدن. فلیس عجله کو باش بس خانه برو. ما داخل میرم. کاکا ابراهیم شماستید؟ فلیس بیا اونا نیستن. خوش آمدین کاکا ابراهیم. خوش باشی. شیرینی گرفتم، دیگه به چیز ضرورت ندارین. نه خیر کاکا ابراهیم، الیف کلچه آماده کرد و بعضی چیزهای دیگم. دیگه چی بتیم؟ دختر مثل گله برشان میتین. بیادر؟ خوش آمدی بیادر. چطور هستی بیادر؟ زنده باشی. این خوبیت هرگز فراموش کردن نمیتونم. زنده باشی. خواهش میکنم دوست به امیر روزاست بیادر جان. خانه را پاک کنین و با آرامی براین. درست است. تشکر میکنم. وضعیت دختر چطور است؟ خوب است، زیاد جدی نیست. فقط چند روز با هم هستیم. او در راه خود میره و ما در راه خود. بیادر؟ خوش آمدی بیادر. چطور هستی بیادر؟ زنده باشی. این خوبیت هرگز فراموش کردن نمیتونم. زنده باشی. خواهش میکنم دوست به امیر روزاست بیادر جان. خانه را پاک کنین و با آرامی براین. درست است. تشکر میکنم. وضعیت دختر چطور است؟ خوب است، زیاد جدی نیست. فقط چند روز با هم هستیم. او در راه خود میره و ما در راه خود. کلیده بتی دیگه حالا. از امی خانه ما دختر خواستگاری میکنیم؟ مادر خانه را نه دختر میخوایم. شنایی این یک بازی است یا جدی نگی. ما هم نمیخوایم عروس ما شوه. عجله کو بریم. کمکم کن. ای بار حتما اوناست. دخترم دروازه را باز کن. اینا رو به تو آوردیم. خدا به زحمت ساختیدی نیست. خوش آمدین. بفرمایین بشینید. بفرمایین خانم. استغفرالله. بفرما بشین. الیف دستاشانه ببوسو چو؟ دستتانه میبوسم. لازم نیست.
باید این رسم و رواج قدیم از بین بره. تا هنوز قدر پیر نشدیم. شاین بیدر؟ شام بخیر. معذرت میخوایم مزاحمتان شدم. فکرت در خانه است؟ فکرت نیست. یک شرکت از ازمیر برش پیشنهاد کار داده و ملاقات کاری رفته. شب اونجا میباشه. اما اگه مهم است باز نه خیر. من فقط خواستم خبرتان بگیرم. برش سلام بگو. شام بخیر. شام بخیر. خدا کنه که بخیر چه لاره بپوشین. میترسم که کدام مشکل پیش نشه جانم. چیزی نمیشه انشالله. چی کردین؟ قهوه را آماده ساختین؟ آماده است. اما ایره بیبی تمام گلاس ها از یک دیگه خود متفاوت نمیکنه. چاره نداریم. در قهوه دنیز نمک انداختید؟ چرا؟ اگه قهوه شوره بنوشه به این معنی است که هر مشکل تحمل کردن میتونه. بس از کافی است. از صبر کو. تو چی میکنی؟ تو به این کار مداخله نکن. خب بس از دیگه. بس از آی. دنیز اینجاست. او حتما برام کمک میکنه. نمیخوایم. حساسیت دارم. تشکر. زنده باشی دخترم. با دستایت برکت عزیزم. نوش جانم. چی شده بچه؟ چیزی نیست مادر. در گلونه پرید. میخوایم سر اصل موضوع بیاییم. قسمی که شما میفهمین دلیل آمدن ما معلوم است آقا ابراهیم. اولادای ما یک دیگه خود انتخاب کردن. وظیفه ما حمایت کردن است. قسمی که رسم و رواج است به خواستگاری آمدیم. چی میگین؟ با امر خدا و قول پیامبرش دخترتانه ایلیفه با بچه خودم دنیز جان
خواستگاری میکنم. قسمی که شما گفتین جوانای ما تصمیم خود گرفتن و به ای را قدم ماندن. زندگی به مبارزه ضرورت داره. جوانا ای تصمیم با فکر و دقت گرفتن. من به ای تصمیمشان بسیار احترام دارم. با خواست خداوند هرچی به خیرشان باشه همو میشه. حالا میتونه دست ما ببوسی. زنده باشی دخترم. دستتانو بتین. زنده باشین. زنده باشی. پدر تشکر مادر جان. ای کار آقا ابراهیم انجام میده. بسیار خوب. زنده باشی. بفرمایید. دستایتانه دراز کنین جوانا. بیگی دخترم. خداوند نیک و مبارک کنه. من باز میکنم. ماما سهیلا باید دستمو پانسمان کنم. ماما شما را چی شده ها؟ بعداً برات میگم. اینجا چی گپ است؟ چیزی نیست. به خاطر یک کار خیر آمدن. بیا که ما تو در بیرون گپ بزنیم. بیا. چه قسم کار خیر؟ خدایا کمک کو. همه چیز از بین خود رفت. ایلیف تو چطور میتونی کار کنی؟ و تو چطور قبول کردی؟ کاکا شاهین معذرت میخوایم دنیز، هدف من تو نیستی. اما نمیشه. امکان نداره. وقتی تو بچه یادم باشی امکان نداره. متوجه گپایت باش. ما از شوق اینجا نامدیم. پدر تو چی گفته رایستی؟ بلند شو شنایی، از اینجا میریم. کار ما خلاص شد. ما دیگه اینجا کار نداریم. ایلیف دخترم نمیبینی که تو رو چقدر تحقیر میکنن؟ در شروع کار تو میکنن. هنوزا میخوای عروسشان شوی؟ کافی است دیگه. کافی نیست ابراهیم بیادر، کافی نیست. تا وقتی که ریشه انسان از بین نره کافی نیست. شنایی بیا که بریم. حالا دیگه معذرت میخوایم. تو جگرخون نشو عزیزم. درست است، تشویش نکنه. این مشکلات قبول کرده بوده. تو برو. مادرت زیاد جگرخون است. برو.
بیشی دخترم بیشی. الان تشویش نکن، همه چیز خوب میشه. ای تصادفه بیبی. چقدر کوشش کردیم که کدام مشکل پیش نیاید. الیف، معذرت میخوایم، باور کن نمیفهمیدم که مامایم اینجا میآید. تشویش نکن ساحلا. قسمه که کاکا ابراهیم گفتن ما این مشکلات قبول کردیم، باید این مشکلاتم تحمل کنیم. بچم تو نمیایی؟ لباسای خودت تبدیل کرده به قدم زدن میرم. به خاطر تو تا کجاها رفتیم دینیس، با کیها مخاطب شدیم. با جایی که تشکر کنی انوزم قهر هستی. همراهش کار نداشته باش، هر جایی که میخوای بانک بره. یک بار چهرهشه بیبی. تشویش نکن، 2 روز بعد و چله را از دست خود میکشه مندازم. باز او وقت ما را میگه که از این شرمندگی مرا نجات بده. کاملا قسمی که میخواستم. میشه یک گلاس جوس برام بدین؟ بفرمایید. تشکر میکنم. دینیس کجا هستی؟ چطور هستی؟ در بیرون هستم، کم پریشان هستم. چی شده؟ به خاطر الیف پریشان هستی جانم؟ داستانش طولانی است، باید از نزدیک ببینم گپ بزنیم. درست است، پس بیا و برام بگو جانم. در کلاب هستم. یاپراک، هیچ خوب نیستم، بعداً ملاقات میکنه. اما وقتی که تو میخواستی من میامدم. گفتم که ما دوست هستیم. من واقعا به کمک تو ضرورت دارم. نمیتونم در موبایل برات بگویم. اگر دوست من هستی باید بیایی. چرا قسم میگی یاپراک؟ البته که ما دوستای خوب هستیم. دوست خوب همین روز به درد میخوره نه؟ پس هم یالا بیا. منتظرت هستم. مبارک باشه. چی بگویم؟ دیگه کس برای چیز نگفت. بیازو بزرگ اینجا آمده بودن، اما بازم زنده باشن. خانم شنایی چی که تو رو باغوش نگرفت؟ زیاد صمیمی رفتار نکرد، یک کمه سر ما عصبانی بود. فرق نمیکنه جانم، در نکا برکت وجود داره. وقتی برشان یک نواسه بدی با سر چشمای خود نگاهت میکنن. اما دیگه میرم میخوابم جانم. جنرال سنجر سر چشمای خود جای میدید، اما نمیفهمم که چه قسم. جزایت خواد دیدی احمق. اوه کی رو میبینم مقبوله؟ چی شده؟ میخوایی که غمت فراموش کنی نه؟
بله نتونستم جانم. از این خاطر دینیز با دلداری دادن من میایه. بعد از این فقط او را در خواب دیده میتونی. همراهتون نمیخوایم بحث کنم. خب چطور هستی؟ ایده اینجا چی میکنه دخترا؟ چرا؟ قرار بود که امشب با خواستگاری بره. فکر میکنم اشتباه کردی جانم. عزیزم سلام. سلام. همه اینجا بسیار بیروبار است. فرق نمیکنه بیا بشی. چیزا نمی نوشی؟ تو به جای مام نوشیدی نه؟ بلند شو که تو رو خانه ببر. قرار بود با هم گپ بزنیم. یا پراگ تو در حالتی نیستی که گپ بزنیم. بلند شو. صبر کن جانم. ما رو به خانه نبر. نمیخوایم از تو جدا شوم. یا پراگ هیچی لره بیبی. ما امشب نامزاد شدیم. هیچ کار خوب نکردی. یک دختر دهاتی رو هم سر خود ساختی. یا پراگ درست گپ بزن. ای که چه قسم تو را فریب داده نمیفهمم. بیبی به خاطر که به اوش نیستی چیزی نمیگم. معلوم دار است. او دختر شخصیت خاص داره. او را با سلیزه؟ بله او شخصیت خاص داره فهمیدی؟ تو ایره نمیفهمی. مثل تو احمق نیست. قرار بود که دینیز با دل دارید به اما تو نیست؟ فکر میکنم که کدام سیلیست یا که چشمای مشت تو بادید. از اینجا برو گم شو. با چشم؟ پیش همگی رسوا شدی یا پراگ. حداقل من به خاطر که جور نامدیم جدا شدم، اما تو لط کوبام شدی و خدا. بس از دیگه. بس از. دختر احمق میخوای چه کنی؟ دیوانه شدی تو؟ جزایی کارت خواهدیدی. جزایی کارت خواهدیدی. لعنت به شیطان. یک دانه تکسی هم پیدا نمیشه.
شما چرا اینجا جمع شدین؟ با ما داخل اجازه نمیتن، میگن چادر خدا بکشین، باز داخل رفتن میتونن. داخل شدن تا باغچه ممنوع کافی است دیگه، بس است. سهیل ایستاد شو. دروازه رو باز کنین، میخوایم داخل شوم. اول چادرت پس کو باز داخل شو. بسف نمیرم، میخوایم همراه خانم رنا گپ بزنم. با چادرت تا کانتینام اجازه نداری. به خانم رنا زنگ بزنین، اون مرا میشناسه. تو عقلت از دست دادی. برو بر ما درد سر جور نکن. برای زنگ بزنین، بگوین سهیلا زنگ زده. سهیلا درباره چی میخوای امروی خانم رنا گپ بزنی؟ میخوای دیگه چادر نپوشی؟ بفرمایید. خانم رنا، به خاطر که مزاحم شدم معذرت میخوایم. یک دختر آمده به نام سایلا. میگه تا که همراه خانم رنا گپ نزنم از اینجا نمیرم. ما گفتنیای خدا برش گفته اگه تصمیم گرفته چادر خدا پس کنه برش اجازه بده. با شرط داخل رفته میتونین که چادرتون رو بکشین. بله. چی میکنی ها؟ هرچی که خانم رنا میخواه همون رو انجام میدیم. چادر خودم میکشیم. خانم رنا، به نام سهیلا یک مسئله است، میخواد شما را ببینه. اما چادر پوش از خانم رنا. برش اجازه بده، فرق نمیکنه. چند دقیقه بعد چادر خدا پس میکنه. بیا جانم. واقعا از تصمیم درستی که گرفتی بسیار خوش شدم دخترم. قرار بود چند دقیقه بعد دوستیتام شامل اونها شوه، یعنی به قوانین معرفی میشی. یک قسم است؟ پس نجات یافتم نه؟ نجات یافتی، اما ای چادر خو هنوزم در سرت است. خواستم که شما بکشین. لطفاً برام کمک کنین. به تنهایی نتونستم که ایره از سرم پس کنم. میفهمم. بیشی. ای چه قسم؟ یک دانه دگام است؟ ایرام شما پس کنین. دخترم ای چی وضعیت است؟ تو همراه ما بازی میکنی؟ نه خیر. توبه توبه، دگام است. حتی یک دانه دگام است. کافی است دیگه. تو میخوای همراه ما بازی کنی؟ در اصل شما همراه خواسته های ما بازی میکنین. چرا درک نمیکنین؟ ببینین اگه 1000 باران بردارین بازم چادر من ختم نمیشه. از شما بسیار زیاد تشکر میکنم. از برکت شما یک بار دیگه فهمیدم که با چادر بسیار راحت هستم. به نظر من شما هم امتحان کنین. شاید راحتی را که سالها قبل از دست دادین دوباره به دست بیارین. Acılar sözleşip beni bulsa bile dimdik dursa Elif gibi. اما سهیلا را میشناسم. اگه در عصبانیت کدام کار کنه بعداً پشیمان میشه. تصمیم خودش از فیلیز. به خاطر که دوستش داریم برش کمک میکنیم. دیگه کار از دست ما ساخته نیست. سهیلا آمد. اون چادر خود نکشیده. سهیلا چادرت نکشیدی جانم؟ چادر ما پس نکردم اما دست ما بلند میکنم. دستت پس کن رنا. به چادر ما دست نزن.
کن. میمرم مادر، میمرم. تحمل کن، تحمل کن. کم مونده نجات پیدا میکنی. تحمل کن، تحمل کن. کم مونده. تحمل کن دخترم، بخیر خود میشی. خدایا عذر میکنم برات. یک طفل سالم و صحتمند نصیب ما بساز پروردگار. خدایا بر شملات بخیر بده. خدایا نجاتش بده. خدایا. چی شده خانم؟ کجا میری؟ آرزو ولادت کرد؟ ندانست ولادت کنه. ما از اینجا میرم. خانمت جان خود از دست خواهد داد. با ملازمت داره. خدایا من یک اشتباه کنه. مرا بابا. بازم مثل همیش در بطن مادر مثل سنگ شده. سالم نیست اما هنوزم زنده است. خداوند برتان صبر ده. چرا خدایا؟ چرا؟ من دلیلش هم میفهمم که چرا. من بسیاری گناه بزرگ کردیم. من یک طفل نازاده معصومه از مادرش جدا ساختیم. هرقدر صبر کردیم دختر ما را کسی نگرفت. نه کدام خواستگاری آمد و نه کسی خوشش کرد. دختر مثل گل ما مجرد ماند. میشه بگوین که دخترتان مکتب خلاص کرده یا نه؟ نه خیر ملا صاحب، بعد از صنف 3 پدرش اجازه نداد. گفت که الان شدی باید از بچه ها دور باشی. گفت نباید توجه کسی را جلب کنی. خب درست است، فهمیدم. خب میشه بگوین که دخترتان با کورس‌های صنایع دستی اشتراک کرده یا نکرده اونجا؟ چند روز روانش کردم اما پدرش دیگه نماند. گفت دختر نباید از مادرش دور باشه. اما در خانه میبافه، میدوزه، مصروفیت داره. در خانه ها؟ بله. خدایا توبه کردیم. خوب است. دخترتان خوش داره بعضی اوقات با کسی شیشته قهوه بنوشه و درد دل کنه. میشه در باره برام بگوین؟ نه خیر ملا صاحب، صحبت چی؟ درد دل؟ قهوه چی؟ دخترها باید در خانه بشینن. احمقا، دختر بیچاریتان با مکتب نماندین، با آموزش صنایع دستی نماندین. دخترتان با هیچ کس رابطه نداره. شوهر از کجا پیدا کنه بگونه؟ ها؟ من از جیب خود برای شوهر پیدا کنم؟ بگونه اگه در جیب من میبود باز هیچ دختره به شوهر نمیمان. فهمیدی؟ توبه. بریم دخترم بریم. ما کجا آمدیم؟ این چه قسم یک ملاست؟ فرار کو. دخترت زندانی بساز، باز بگو شوهر پیدا نمیشه. با این کارت تا آخر عمر مجرد میمونه. خدایا تو برم صبر بده. هر چی دیوانه است پیش من میاین. هیچ حق ندارن به خدا مرام دیوانه ساختن. مناسب قربانتان شما کمک کنین. خانمم در بستر مرگ است. میگه گناه بزرگ انجام دادیم دیگه چیز نمیگه. خواهش میکنم. ای خدایا قربانت شم. دانه روانشان کن. برو بیادر جان با کارت بر. از من ملا نیستم. برو بیادر جان برو صدقه جان. من برش گفتم اما نمیشنوه. ملا صاحب مریض از بیرون رفته نمیتونه. مناسب قربانتان شم. خانمم در بستر مرگ است. حضور میکنم. گفتم که ملا صاحب بیرون رفته نمیتونه، زیاد کار داره. همگی منتظرش هستن. برو یک از دیگه پیدا کن. شما هیچ رحم ندارین. میگم که خانمم میمیره. طرف ما بیبی ملا صاحب، اگه خانم ما قبل از گفتن راز بمیره
این خانه را سرتان چپا میکنم. عجله کو. درست است بیادر جان، درست است. صبر کو، آرام باش، آرام باش. من ملا هستم، شاید بتونم کمکتان کنم. در خدمتتان هستم. خانم در خانه شال است، اما تو نیست. بله بله. خوب است، خوب است. زود شو بیاد، زود شو. بریم بیادر، بریم، بفرما، بریم. او دختر به خرید عروسی خود چی میخواه؟ حتما برات گفته باشه. فهرست طویل داده. مادر لیف قسم دختر نیست. آی بچه این بلیاز خدا باز کو دیگه نمیخوایم نامش بشنام. ما مادرت هستم. انسانا را شناخته میتونم. خودت دیدی از گرسنگی دهنشان بوی میداد. مادر گرسنگی چیزی دیگه است و هرس چیزی دیگه است. اگه لیف هم شناختین قسم نمیگفته. چی شد؟ چی گفت ها؟ صبر کو خوشو جان، شوهرش باید سوال کنه. خب بگو چی گفت؟ بیادر به نام رعنا کارای کسی را میشناسی؟ اگه میشناسی بگو. نه خیر. ها ببین چی میگم. خانم در گذشته امرای او زنی خیانت بزرگی را انجام داده. تو برو او خانم پیدا کو و موضوع را حل کو تا خانمت راحت شود. فهمیدی؟ خوشو جان بیا که بریم. هلا عجله کو خوشو جان. بریم. جنرال صاحب، دیشب بعد از تحقیقات نیروهای ما یک سلاح پیدا شده جناب. برای بررسی روانش کردیم. خوب است. فکر نمی کنم که دشمن شخصی ما باشه، اما بازم احتیاط شرط است جنرال. امکان دارد ایت یک اوضاع حساس فرصت طلبها استفاده کنند جنرال صاحب. حادثه پشت حادثه در مقابل شما بسیار خطرناک است. قسمی که گفتین اول آدم موتورسیکل سوار، بعدم سوی قصد به جان شما جنرال صاحب، معلوم است. وقت شروعشا جرأت مقابله را با ما پیدا کردن، ما از اونا چی کم هستیم؟ بیاین، یک با یک بیاین، 2 نفری بیاین، 5 نفری بیاین جنرال، اما ما آماده هستیم. دیگه کدام امری ندارین جنرال صاحب؟ رفته میتونین. امرتون به جای میشه. ما هم پیش شما می آمدم جنرال صاحب. چیزی شده؟ یاپراک بجاش یک نامه نوشته که چند وقت از اینجا دور میرم. توبه. این قسم کارا عادتش نبود. ما و مادرش بسیار به تشویش شدیم. امکان داره امرای دینیزم جنگ کرده باشه. راستش آخرین دفعه که دیدم خوب بود. دیروز تمام روز در خانه بود، چیزی نگفت. اگه میگفت من خبر میشدم. میفهمم. من برش بسیار زیاد زنگ زدم، اما موبایلش خاموش بود. شاید نمیخواه به زنگای ما جواب بده. کدام گپ شد خبر بتین؟ تشویش نکنین دگر ورسه، خبر میتم. بفرمایین. خانم پروین زنگ زده بود. خب یاپراک یک یادداشت مانده رفته. کجا رفته؟ مادرشم نمیفهمه. گفتم میخوایم تنها باشم، یک چند روز مرا نپالین. خب دیگه به نظر ما یک مدت به آرامش ضرورت داره. او را دیدی؟ دیشب دیدمش، زیاد نوشیده بود. گفتم بیا که تو رو به خانه برسانم، نخواست. بعدن گفتگو کردیم و من او را ترک کردم. پس او دختر به خاطر تو خانه را ترک کرده. مادر من چی بفهمم؟ در ضمن فعلا یاپراک هیچ برای مهم نیست. ازدواج میکنم، نمیبینین؟
دختر مثل گل رفت مانده تو کیره. ای درست است. بله چادرشه بیبی مقبول است. امیره بگی بریم. دیگه شام امتحان کوی لیف جان. هر کدامشان که خوشت آمد امو رو بگی. یک بار ازدواج میکنیم. بیادر همینجا زندگی میکنم، باید همراهش ملاقات کنم. نامش رنا کارای است، باید او را پیدا کنم. بینام کسی اینجا زندگی نمیکنه، دیگه معلومات دادن نمیتونم. یک بیادر داشته جنرال است. شاید نیت تو بد نباشه، اما دیگه مورد چیز گفتن نمیتونم، بدر سر گرفتار میشی. پاشو بیادر پاشو. هر قسم افراد مشکوک داخل اجازه نمیتونست؟ نه خیر خانم، میخواستم روانش کنم. میگه با خانم رنا کار دارم، نشانی خانه‌ش میپرسه. شما با خانم رنا چی کار داری نکن؟ ما باید او را پیدا کنم، بسیار یک کار مهم است. موضوع چیست؟ خانم مو را میشناسم، یک خبر برش میرسانم. خانم رنا از اینجا کوچ کرده. در دانشگاه مرکزی استانبول معاون است، اونجا پیشش رفته میتونی. حرکت کن. دینیز هیچ لازم نیست. بیازا من طلا نمی پوشم. البته عروسی یک جنرال بزرگ میشی، طلا پوشیده نمیتونی، باید الماس بپوشی. مادر شما مرا غلط درک کردین. من هیچ چیزی نمیخوایم، از او خاطری گپه گفتم. درست است، پس بیا که بریم. نه خیر، میشه لاکه تای الماس خدا نشان بتین. دینیز خواهش میکنم، اما واقعا این چیزا را خوش ندارم. اما من خوش دارم. به خانم من الماس میزیبه. نوش جانتان. درست است دخترم، رفتم میتونی. کجاستی؟ خریداریشان خلاص شد، تا خانه تعقیبشان کن. طرف خانهشون روان هستم. نباید کسی دیگه در خانه باشه. اونا هنوزم در دانشگاه هستن. درست است. امروز یک کار خلاص کن. بچه مرا از شر اونا خلاص کن. آمین انشالله. الا دیگه. دخترم، این آدم چرا مثل فیل مرغ چرت میزنه؟ نمیفهمم مادر جان. حتما وقتی او زنده او حالت دیده ترسیده. بیچاره توبه. داماد جان، چرا گپ نمیزنی بچه؟ او خانم نام یک زنه برم گفت به نام رنا کارای. فکر میکنم میشناسمش، اما ای که ما گذشته خدا فراموش کردیم، این موضوع برم بسیار مشکل است. کاش ما همراه شوهر او خانم میرفتم. شوهر جان، تو را به او خانم بیگانه چی غرض است؟ بیبی اگه بشناسی ما میشناسمش، من خانمت هستم. رنا کارای. نه خیر، هیچ به یاد ندارم. نه خیر، هیچ ما او را نمیشناسم. بیاین.
خانم رنا، شما گفتی نمیخواین امروز کسی ملاقات کنین، اما یک نفر به دیدن شما آمده. از جمله محصلین است یا نه؟ نه خیر، خانم شما را مشناسه. هیچ وقت ندارم، بگو مصروف هستم بعدن بیایه. همراه ما ملاقات میکنم. مصروف هستن، براتان گفته بودم فردا بیاین آقا. خانم محترم، من زیاد وقت ندارم. متاسفانه کاری کردن نمیتونم. ببینین خانم محترم، فقط 5 دقیقه مزاحمشان میشم. لطفا مشکل خلق نکنین آقا. خانم محترم، همسر ما به سر مرگ است، چرا نمیفهمین؟ قبل از اینکه مافیزینه بخوایم لطفا از اینجا برین. درست است. سلیم کجاست؟ او خانم پیدا کرده تونست؟ پیدا کرده، پشت همو خانم رفته. خدایا چی میشه؟ با ما توان بده، قوت بده تا آمدن خانم. جانم نگی. الیف کار نداری؟ چرا پرسیدی؟ با غذا خوردن میرفتیم، حتما گشنه هستی. البته که گشنه است بچیم. یعنی بچیم مام زیاد گشنه هستم. از صبح تا حالا هیچ چیز نخوردیم. نه خیر، من گشنه نیستم. نوش جانتان. میشه مرا تا خانه برسونی؟ درست است، هر قسم که تو میخوای. السلام علیکم. علیکم سلام. ما یک زهر قوی میخوایم. به خاطر باغچه ویلیتون؟ بله دزم باید زودتر نتیجه بده. البته تشویش نکنی. بفرمایید. چقدر میشه؟ 10 لیره. بفرمایید. خانم رنا، چند دقیقه پیشم آمده بودم. نامم سلیم است. باید همراه شما گپ بزنم. شما کی هستین آقای محترم؟ مرا از کجا میشناسین؟ من شما را نمیشناسم. خانم میشناسم. خانم شما کی است؟ قابله آرزو. ولادت شما را او انجام داده بود. خانمم در سر مرگ است. بعضی گفتنی ها با شما دارم. لعنت به شیطان، فقط همی کم بود.
به خاطر همه چیز بسیار زیاد تشکر. خوش نباش. تا حالا ای چیز ختم نشده. تا هنوز سر میز نکا نشیشتی. الیف پایین نمیشی؟ روز بخیر. باز در روز نکا میبینیم. الیف مادرم به تو چیزی گفت؟ نه خیر. تو برو، مادرت منتظر نمون. اجازه بده تا اتاق برسانم. نه خیر نه خیر، لازم نیست. پیش دروازه سر بچه‌م ناز میکنه. اصل باید از این آدم ترسید. حالا برو دیگه. لباس عروس بسیار برات میزیبه. زیاد گپ نزن احمق، برو. شاید شام ما وردان بیاییم. نه خیر نیایی. باید درباره نکاح گپ بزنیم. لازم باید تصمیم بگیریم برای شب حنا. تو چی میگی دینیز؟ زیاده روی نکن. زیاده روی نمیکنم. فقط یک بار ازدواج میکنیم. همه چیز باید کامل باشه. شام باز گپ میزنیم. مادر بالاخره آمده تانستی. بچیم تو به او دختر زیاد روی میتی. دزم فکر نکو که او کارتا ندیدم دی نیست. تو هستی؟ بله من هستم رنا. خدایا شکر. خدایا هزار بار شکرت. تا امروز با عذاب وجدان زندگی میکردم. چی شده؟ چرا مرا پیشت خواستی؟ تو مرا با یاد داری اما تو نیست. با اولادتت ما آمده بودم. دخترت ما اولادت داده بودم. با یاد دارم. بسیار یک گناه بزرگ انجام دادیم. با تو دروغ گفتم. چی میشه مرا بابا؟ تو چی کردی؟ من چیزی نمیفهمم. خبر ندارم. بیادرت سرم فشار آورد. زنده است اما تو نیست. برو
برو ازش بپرس. اگه باور نداری برو ازش بپرس. چی را بپرسم؟ منظورت نفهمیدم. دخترت به ما داد. دختر من در وقت ولادت مرد. دروغ است، دروغ است. دخترت گرفته پیشو رفتم، گفتم صاحب دختر شد، با من بسیار پول داد، بسیار زیاد. گفت هوش کنی برش نگویی. گفت بگو مرده، بگو دخترت مرده، مرده. تو چی میگی؟ تو دخترم چی کردی؟ دخترم کجاست؟ گپ بزن. دخترم کجاست؟ دخترم چشمایت بسته نکن لطفا. چشمایت باز کن، گپ بزن. خواهش میکنم دخترم کجاست؟ گپ بزن دخترم. اینجا چی جریان داره خانم؟ خانم رها کن. دخترم کجاست؟ دخترم. خانم رها کن. بالاخره رسیدیم. کم بود که از خستگی پام مرام. ای سهیلا فراموش کردیم نان خشک بگیریم. فلیس لطفا تنها برو. خواهش میکنم مرا تنها راه نکو دیگه. فلیس درست است. بیا که بریم. اینجا بیا. کمک کنه. تو؟ عجله کو، پنهانش کو، زود باش پنهانش کو. آمدم. احمق، من برات کمک کنم. داخل ببرش. اونجا نه، در اتاق خالی ببرش.
سلام. سلام. الیف خانه نامده؟ خانه نیست، حتما نامده دیگه. پس اینا را کی آورده؟ نمیفهمم. مامم یالا اومدم. از خریداری آمده، اما دوباره کجا رفته میتونه؟ دخترم پیدا میکنم. حقیقت پیدا میکنم. کم مونده. اینا را بیبی. آی بیبی دنیز رو زیاد دوست داره. راست میگی، لباس عروسیش هم زیاد مقبول است. حتما اینا را آورده، دوباره به خریداری رفته. حتما. بیبی دیگه چیز هم است. دانت با شیطان، اینجا بند موندم. مست. تو چرا به من کمک میکنی؟ ای هیچ خوشم نمیایه. تا تباش نسازم دست بردار نیستم. هولیا کجا رفت فیلیس؟ نمیفهمم، چند لحظه پیش اینجا بود. صدای زنگ تلفن است؟ توبه قد کو احمق، قد کو. اینجا چرا قفل است؟ هولیا داخل هستی؟ کمک کن، این باید داخل صندوق بانیم. هولیا گپ ما گوش کن، به نظر ما کدام نقشه داره؟ بیهوش نشده باشه. میشه کلید اتاق دیگر رو برام بتی؟ چی گپ است؟ چی شده؟ با تشویش شدم. تو در اونجا چی میکنی دختر؟ وسایل خود جمع میکنم. براتون نگفتم از این خانه میرم؟ درست است، فهمیدیم. اما چی وقت میری؟ حالا خب فهمیدین. چند دقیقه بعد موتر پشتم میایه. حالا مرا راحت بانه تا وسایل ما جمع کنم. درست است هولیا. بریم فیلیس، نباید با تشویشت میشدیم. همه چیز شنیدی؟ برو یک دو نفره بیار تا صندوق ببرن.
خانم محترم اینجا چی میکنین؟ از اینجا برو، در کار ما مداخله نکن. این کارتان جرم است. از کی اجازه گرفتین؟ از من کی اجازه گرفت ها؟ وقتی طفل معظم دور کردن از ما پرسیدن. برو گم شو، تو مانع مسجد نمیتونی. باید حقیقت پیدا کنم. با جنرال قدرت یک دستی آوردیم، برش خبر بده. امرتون بجا میشه جنرال صاحب. بفرمایین، قماندان صاحب منتظر شما هستم. تو نمیری بچیم؟ نه خیر مادر، من کم کار دارم. من میفهمم که تو چی کار داری بچیم. مادر بعد از این برم هیچ چیز مهم نیست. الیف هست. دوسیاره به ما بتین. گفتن باید اتاق کارشان بانم. کاکا شاهین؟ درست است، بفرمایید. توبه توبه. بفرمایید. بیاین، اونا در بالا هستن. بفرمایید لطفاً. زنده باشین. ببینم که چطور میگیم. نه خیر جانم، هیچ برام خوب نمیگه. آی اوه نه خیر. بیدم امتحان کنم. توبه، هیچ کدامش خوشم نامد. یک چند بانندگان دارم، او را یک بار ببینم.
تشکر میکنم. روز بخیر. کاکاشاین اینجا چی میکردین؟ اونا سالا به دیدن ما آمدن قماندان. بعضی اوقات خانمای خود روان کردن. ایره پدرتا میفهمه. ای بار من خواستم که ما به دیدنشان بیایم. شاید دیگه فرصت پیدا نکنم. کاکاشاین شما خوب معلوم نمیشین، یک جای بشینیم گپ بزنیم. دیگه چیزی به گفتن نمانده. یا بهتر است؟ این درست است. یک بار اینو میبینم. امی درست است. کم بود کاری هم چپا شوه. چرا قدر دیر کرد؟ هولیا غذا آماده است، بیا که بخوریم. زود شو. نه خیر نمیخورم. منتظر ایلیف هستم. قرار است که امروز بیایی و یک جا غذا بخوریم. درست از هر قسم که تو میخوای. ببینه چرا نمیفهمین؟ من باید این قبر را باز کنم. درست از خانم محترم، باز دوزایی پایتان بزنه. ببینه فقط باز کده سعی میکنم. درست است، سعی میکنم که دخترم داخلش هست. یعنی لطفا درکتون میکنم، اما با این شکل نمیشه. باید از دادگاه اجازه بگیره. من منتظر بودن نمیتونم. بعد از 20 سال میشه که منتظر باشم. اعلام کنه، اعلام کنه، اعلام کنه، اعلام کنه. بانه همین خانه است. کدام چیز دگام هست یا نه؟ نخیر یک صندوق از امورا بیارین. من اینجا پایان میشم. در برگشت باز مرا بگیرین. درست است؟ درست است. دنیز بیادر، نمیشه که دخترها را خانه ساخته با مای خوردن ببریم ها؟ خیال بافی نکو بیادر. اگه سایلا یک پیاله چای امروز بنوشه کافی است. تو بسیار خوش شانس هستی بیادر. یکی دیگه خدا بسیار دوست دارین.
درست است یک بار ازدواج کنم باز غم تو را میخورم. وعده است؟ وعده است. زنده باشی داماد جان. هولیا موتر آمد. پیاز کار مام تمام شد. تمام لباسات داخل الماریس پس داخل اون صندوق چی مانده میتونه؟ بیاین برین صندوق لباس این داخل است. خواهر داخل ایچی است مثل جسد انسان سنگین است. جسد چی؟ فقط چند تا لوازم هم داخلش است بس. لعنت بر شیطان. اینا دیگه از کجا شدن؟ چرا تلفن ما جواب نمیتی؟ خواستم که بعد از تمام شدن برتان زنگ بزنم. هنوز کار امرایت خلاص نشده. فعلا باید قطع کنم چون دینی طرف خانهشون میره. ای چی است؟ وسایلم است. عجله کنین بیادرو. هولی از اینجا کوچ میکنم. کجا میره؟ میخوای به خانه جنرال برم. احتیاط کنین احمقو. چیزی شکستنی خود داخلش نیست. اردام بیا که کمک کنیم. نخیر شما دست نزنین خودشون میبرن. چقدر وسایل تو زیاد است. بله. احتیاط کن بیادر. ببینم این چقدر گرنگ است. دایی چی مانده هولیا؟ ایرا میگن بازی به خدا. دینیز دختره با دستای خود برم داد. احتیاط کن بیادر. درست است. عجله کنین ببرین. به ساحه نظامی میبرن؟ خودشان میفهمن. طرف ما چی سنگ دارین ببرین دیگه. ناق وسایل روان کردی هولیا. ما و خواهرت گپ زده بودیم. بعد از عروسی تو همراه ما می بودی. خدا میفهمه تا عروسی شما چی گپ شوم. من اینجا را تحمل کردن نمیتونم. الیف کجاست؟ یعنی چی که کجاست؟ بعد از خرید خوب خانه رساندمش. وسایلش هست اما خودش نیست. ما فکر کردیم همراه تو است. نه خیر. گفتم شام با دیدنت میام باز خدافزی که در رفتم. پس او فعلا کجاست؟ چی میفهمم؟
حرکت کو حرکت کو. صدایت نکش. با خانه خود ما میریم. با او دینیز احمق گفته بودم که ایلیف فقط از من میشه، اما او جدی نگرفت. حالا ببین که در کنارم هستی. انسان بد، انسان بی‌وجدان، دینیز داره از بین میبره. جزای کارت میبینی. من مشکل ندارم، به خاطر تو آماده هستم حتی از بین برم. دینیزی کار کردن میتونه؟ دخترم بفرمان آقا. ای چی است؟ امروز آوردن. کی آورد؟ یک کسی از قرارگاه آوردن. درست است، رفتم میتونی. بفرمایین واصل کنین. شام بخیر. معذرت میخوایم جنرال صاحب. خواهش میکنم بفرمایین. به خاطر خواهرتان زنگ زدیم. به خاطر رنا؟ بله، فعلا ایشان مهمان ما هستن. خیریت باشه. کدام مشکل پیش آمده؟ میخواستم از نزدیک براتان توضیح بدم، اما وضعیتشان هیچ خوب نیست. از قبرستان زنگ زده بودن، ازشان شکایت شده، مجبور شدیم بازداشتش کنیم. قبرستان؟ اونجا چی کار داشت؟ کوشش کرده قبر دختر خدا باز کنه. فکر میکنم حالت روانیشان خوب نیست. اصرار کردیم که به شفاخانه بریم، اما قبول نکردن. از این خاطر خواستیم برای شما خبر بدیم. کار خوبه کردین. ما متوجهش میباشم. زنده باشین. اگه این موضوع بین خود ما باشه بسیار خوب میشه. درست از جنرال صاحب، تشویش نکنید. بسیار تشکر. شنایی؟ 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 جانم؟ بیا بیشی. خبر شدم که دختره برده. سنجر، آله خو ای کار انجام دادیم، اما مطمئن هستی که دینیز نمیفهمه ده ای کار دست ماست؟ بعد از یک خبر شوم یا نشون فرقی نمیکنه، تشویش نکن. بله، امر کنن جنرال صاحب. با چشم امیالی میایم. چی کار داره ده ای وقت؟ نمیفهمم چی کار داره. حالا میرم. خداحافظ. اوف او کاملا عقل خود از دست داده. تازه از شر ابراهیم نجات یافته بودیم که این دیوانه شد. کی برش مشوره میته ها؟ یا که تو برش چیز گفتی چطور ها؟ ما چرا برش بگویم قدرت؟ ما از روز اول برات گفته بودم که بالاخره رنا از این موضوع خبر میشه.
اما تو جدی نگرفتی. اشتباه تو است. ما اشتباه نمیکنم. قدرت کارا قدرت تو خوب اشتباه استی؟ نمیکنه. بگیره بنوش. میبخشین جنرال سنجر آمدن. خواستم خبر بدم. درست است میایم. جنرال سنجر را روان میکنم. این مشکل با او حل میسازم. گوش کن. اگر انا خواستم راید گپ بزنه گپ نمیزنی. با زنگایش هم جواب نمیتی. فهمیده شد یا نه؟ گوشای چنید؟ شنیدم. خوب است. نباید قسم دست زیر علاشا بشینیم. حتما سر ایلیف کدام مشکل آمده. شاید که چکر رفت. کجا چکر میزنه ها؟ تو چی میخوای بگویی؟ ایلیف و قسم دختر است؟ عصبانی نشو. از اون پولی که برش دادی حتما کدام چیزش مانده رفته که بر خود بخره. نه خیر بهتر است به امنیت بریم. به شفاخانه هم میریم. حالا دیگه نیست. بریم. موبایل پیش شما باشه. اگر کدام مشکل بود خبر بتین. درست است. ما باید از همسایه بپرسیم. شاید کسی دیده باشش. فکر خوبی است. تو در خانه باش. شاید کسی به خانه بیایه. فهمیدی؟ دستم موبایل پیش مبانین. اگه کدام گپ شد من براتون خبر میدم. بیا که بریم. اگه به عقلی نکنی باز میکنم. دیمی زنگ زدم. فهمیده که تو اختطافم کردی. مرا نجات میتم. چو باش ایلیف چو باش. جواب بده احمق. بگو که این کار من. ترسو جرأت نداری نه؟ دهنتو بسته کو. ایلانکو ترسیدی؟ من هستم شریک دولیا. تو دیوانه شدی. موبایل دینیز پیش تو چی میکنه؟ یازنی با دستای خود ایرو برم داد. در ارجای ایلیفا میپلن. به خاطر خبر گرفتن ایلیفی رو مونده. وقت آواز تبشنه من میفهمن که هم دستم هستی. فکر میکنم فراموش کردی که با کمک من ایلیفا بود. خب چی خدمت کنم بگو. جنرال سنجر برات نگفته که چی باید بکنی؟ تو جنرال از کجا میشناسی؟ ای همه از کجا میفهمی بگو. من از همه گپا خبر میشم. حتی میفهمم که روز چی میکنی شب چی میکنی. تو همراه من شوخی نکن. پس گوشایت باز کن و خوب گپای من بشنو. دینیز پیش پلیس رفته. به زودی جستجو را آغاز میکنن. باید عجله کنی. تو گپای ما رو شنیدی؟
حتما فهمیدی که دینیز نیست. با نظر تو کی است؟ پس بگو کی بوده میتونه. انسان های زیاد هستن که مانع عروسی شما میشن ایلیف. از اونا را برات میگم. بسیار متعجب خواهد شدی. اولش جنرال قدرت است، دومش پدر دینیز، یعنی خسر آینده تو. دروغ میگم، اونا به خواستگاریم اومدن. تو بسیار ساده استی، از همین خاطر دوست دارم. خسر آیندهت نمیخواهی که سر میز نکا بشینی ایلیف. گفت اگه لازم باشه از زور استفاده کن. اما من برات یک فرصت دگام دادم. الهیم که احمق چی میکنی؟ بابا دست نزن. کی میتونه مانیمه شوه ها؟ دینیز؟ پس کجاست دینیز؟ اینجا فقط ما و تو هستیم، فهمیدی؟ فقط ما و تو. چی شد اردم؟ کدام خبر تازه است؟ از تمام شفاخانه پرسیدم، در هیچ جای نیست. پس کجا رفته ای دختر؟ یک روز قبل از نکاح کجا رفته؟ از تو خفه نشده بود؟ نه خیر رفیق، به خرید رفته بودیم. همه چیز بسیار خوب پیش میرفت. امکان داره مادرت برش چیزی گفته باشه، شاید از گپای اونا خفه شده جای رفته باشه. به نظر تو امکان داره؟ خانم رعنا موتر رو طرف است. ما خودم میرم. خوب معلوم نمیچین کدام اتفاق افتیده؟ کسی که باید همراهش گپ بزنم شما نیسته. فکر میکنم خودش از ترس آمدن نتونسته. شما غلط درک کردین. جنرال قدرت حتما در یک وقت مناسب پیشتان میای رعنا خانم. فقط به خاطر موضوعات سیاسی آمدنشان به حوزه خوب نبود، به می خاطر نامدن. به شما همین قسم گفت؟ پس لطفاً برش بگوین که بعد از این هیچ چیز بین ما پنهان نمیمونه. تمام رازایی که درباره دخترم از آشکار میسازم. چند دقیقه بعد موتر میرسه بیادر. از ایستگاه حرکت کن. درست است بیادر. ابراهیم باید با هم ببینیم. حیرت از رعنا چیز شده؟ سر قبر دختر ما بیا. تو میخوایی چی بگویی؟ امکان داره دختر ما زنده باشه ابراهیم. چی شد کم راحت شدی؟ بیبی لیف غذایت سرد شد. دستایت باز کنم غذا میخوری؟ بسیار خوب. پاهای خودم باز کردم. بله باز کن. اگه سرد است میخوایی برات گرمش کنم؟ ضرور نیست. الیف تو و دینیز مناسب هم دیگه نیستین. هیچ وقت نمیتونین خوشبخت شوین. اما من میتونم تو را خوشبخت بسازم. جنرالم زنگ زده میره اما نمیتونم امرش بجا کنم. تو از من چی میخوایی؟ بعد اینی زنگ میزنی میگه که زیاره دوست دارم، فقط همین. بعد از اون
مرا رها میکنی؟ البته که نه خیر. منتظر می باشم تو علاقمندم شوی. الیف خواهش میکنم یک فرصت دگام برام بده. اجازه نده که امروز روی خراب کنم. بیازه برات اجازه نمیدم. قبول میکنی؟ جزایی کارت خود دادم الیف. فلیس، به نظر من الیف بسیار ترسیده بود. مادر و پدر دنیس به خواستگاری هم آمدن، اما فکر میکنم که راضی نیستن. انا میفهمم. خوش بود اما از نگه قسم می بود برام میگفت. سهیلا، ای چی است؟ سهیلا، ای دوای بیهوشی است. هولیا زوجو تلفن با ما بده. چی شده ها؟ باید به اردام زنگ بزنم. بودل دوای بیهوشی پیدا کردیم. امکان داره الیف اختطاف شده باشه. صبر کو اگر سرت فایر میکنم. لعنتی. مادر به الیف چی گفتن؟ چی گفتن که رفت؟ بعد از بچه‌ام بعد از متاسف هستم برات. مادر برام بگو چی گفتن؟ گفتن نمیخوایم. چی گفتن؟ اینجا چی گپ است؟ پدر الیف ده هیچ جای نیست. وقتی اونه چرا بالای مادرت چیغ میزنی؟ حتما اینا برش چیزی گفته. ده خریداریام روی خوش برش نشان ندادن. بعد از با خاطر تو سر قلب خود سنگ مونده همراه و دختر رفتم. پاداش تمام کارای ممی است. ها امی است. بله بگو اردام. چی؟ اختطاف شده؟ درست است اردام. میایم. خداحافظ. کی اختطاف شده بچم؟ الیف پدر. از خانهشان بوتل دوای بیهوشی را پیدا کردن. کی کار انجام داده باشه؟ او احمقی که زیانام داره حتما اوی کار کرده. چرا قسم فکر میکنی؟ زیا با الیف چرا رابطه داره دنیس؟ پدر درست پیش به من زنگ زده بود، مرا اخطار داد. میرم که حسابی کارش ازش بپرسم. احمق. تبا شدیم سنجر. درست است آرام باش. صبر کن، من مشکل حل میسازم. الیف! 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 الیف کجاستی؟ الیف! رهنا تو چی میکنی؟ عقلت از دست دادی؟ میخوایم حقیقت بفهمم. قبرت چرا باز میکنی؟ نفهمیدی همه تو نیست؟ امکان داره دختر ما زنده باشه.
شاید این قبر خالی باشه. شاید ما در قدر سال ناق بالای ای گریه کردیم ابراهیم. ایره کی برات گفته رنا؟ او قابله برم گفت. کسی که در وقت ولادت پیشم بود. بیادرم طفل ازش گرفته. باز گفتم مرده تولد شد. اگه بیادرتی کار کده باشه باز مامو بیادرت در همی قبر دفن میکنم. زیا دنیز بچم خدا کنترل کن. دروازه را باز کن. زیا دنیز بیبی هیچ کس در خانه نیست. اگر کدام کاری انجام بدی خودت متهم میشی. بیا که بریم به حوزه پلیس مشکل اونا حل میسازن. ما اونقدر وقت ندارم پدر فهمیدین؟ ما اونقدر وقت ندارم. زیا دنیز الیف کجاستی؟ الیف بله؟ دختر در یک گوشه رها کن خودت فرار کن. چی شده؟ دنیز فهمیده پلیس هم به تعقیب تو است. شیطان دختر از پیشم فرار کرد. تو میخوای چی بگویی؟ دستم از زخمی ساخت و فرار کرد. چی؟ تو را زخمی ساخت؟ آدم احمق، از یک دختر نگهداری نتونستی؟ صداش شنیدم. بیهوش شده در کدام جای افتیده. ما حتما پیداش میکنم. هر کاری که میکنی او را زود پیدا کن، از خود دور بساز. دنیز کجاست؟ در داخل است. او را از اینجا ببرین. ولی از خدا پیش مردم رشخند شدم. از داخل نشانی یک منطقه را پیدا کردم. شیله حتما الیف اونجا بردن. دنیز گپ ناق نزن. از کجا میفهمی که اونجاست؟ 2 روز پیش تهدید کرده بود. باید ما و شما از هر نشانی پای استفاده کنیم. شما داخل برین. نشانی های انگشت و وسایل خانه را با بوتل سر بتین و بعدا برای من خبر بدین. حالا عجله کن کلید موتور را به من بدین. بگی عجله کن. درست است. دنیز بچه اشتباه میکنی. پدر به هر قیمتی که میشه و احمق پیدا میکنم. دلت که امرای میایی، دلت که نمیایی، مربوط خودت میشه. این قبر خالی است. اینجا هیچ چیز نیست رنا. این قبر خالی است رنا، خالی است. یعنی دختر ما نمرده، او زنده است. به تو وعده میتم دختر ما را پیدا میکنم. به دختر ما میرسیم. به او میرسیم. دوای تا آوردم آقا قدرت. از رسیدگی به مشکلات رنا خسته شدیم. سال هاست که حماقت او را تحمل میکنم. از اول باید هیچ مداخله نمیکردی. اجازه میدادی به زندگی که انتخاب کرده ادامه بده. هیچ کس بدل خود بوده نمیتونه. نه تو، نه سنم دخترم و نه خانم رنا. یک قسم یک آزادی ندارین. هر چیزی که ما بخوایم امور انجام میتین. فهمیده شد؟ ای بار واقعا یک اشتباه بزرگ میکنی. الیف
الیف کجاست؟ ببین ما آمدیم. الیف الیف تو خوب هستی؟ برو از اینجا. خدا لعنت، برو گم شو. تو را حتما نجات میدم، تشویش نکن. با من نزدیک نشو. الیف الیف گوش کن چی میگم، نترس، آرام باش، من تو را نجات میدم، درست است؟ خدایا خودت برام کمک کن. خدایا مرا از اینجا نجات بده. گفتی زیا؟ خدایا او چطور میتونه این کار انجام بده؟ درست است. خب پس ما منتظر خبرتان هستیم. سهیلا با زیا چی رابطه داره؟ همراه دنیز جنگ کرده، به او اخطار داده، گفته الیف حتما از من میشه. ها تا هنوز با من نگفتن، چرا پنهان کردن؟ مطمئن نیستن. به نزدیک شیله یک نشانی پیدا کردن، به اونجا میرن. زیا همونجاست. یعنی اونا را پیدا میکنن؟ بله انشالله. دزم جنرال سنجرام همراهشون از فلیس. خوب است پیدا میشه. گفتن که پدر دنیز نمیخواه، اما او خودش با پالیدن عروس خود بیرون شده و حتما پیداش میکنه. مردم کمی سرعت بگی. بچه میخوای ما را به کشتن بتی، بیاز سرعت زیاد است. خانه را پیدا کردن. همیاله از خانه فرار کن. لعنت به شیطان. خانم رعنا خوش آمدین. میشه دروازه را باز کنه؟ ای آقای محترم کی است؟ مهمان ما هستن. درست است خانم. کی از دی وقت شب ها؟ من میبینم. رعنا؟ ای آدم همراه تو چی میکنه ها؟ بیادرم کجاست؟ تو اینجا چی میکنی ها؟ ایره تو میپرسی قدرت؟ اولاد ما را از ما گرفتی. او قبر خالی است. رعنا قبر باز کردیم. نه جسد بود و نه کدام چیز دیگر. شما زندگی ما را تباه ساختین. 20 سال ما را. تو هم ایرا میفهمیدی همه تو نیست. متاسف هستم برات. ایجا محافظین بخوای. اگه محافظینم بیاین هیچ کس تو را از دست من نجات داده نمیتونه. دخترم کجاست؟ دخترم کجاست بگو؟ سنم ایلاکو. سنم صبر کن. گفتم پدرم ایلاکو. صبر کن سنم، تو چی میکنی؟ فایر کو سنم، فایر کو سرش. سنم دخترمی کاره نکن. مادر ما نیمه نشو. تو طرفدار کی هستی ها؟ تو مداخله نکو، سرش فایر کو گفتم. صبر کن سنم، با خود بیا. سنم تو از حقیقت خبر نداری. پدر طفل ما را از ما گرفته، فهمیدی؟ یادم کی است که اولادش باشه ها؟ هر کاری که پدرم همراه شما کرده کار خوب کرده. حاله از اینجا گم شده برین. قسم میخورم رحم نمیکنم، هر دویتون از بین میبرم. هیچ کس از ما حسابشو پرسیده نمیتونه، به خاطر که
شما داخل خانه جنرال قلوردو شدین و بالایش حمله کردین. سنم ما از خود دفاع کردیم. درست گفتم؟ بسیار گپ خوب گفتی سنم، بسیار خوب. اگه حاله جرأت داری یک بار دیگه با پدرم دست بزن. عجله کن. ما بسیار خوب میفهمم که تو را چه قسم سر گپ بیارم. بریم. به همین آسانی بریم؟ حداقل یک بار با ما اعتماد کن. پدر آفرین دخترم، آفرین. پدر جان. پدر پدر جانم. آفرین. صبر کن. دنیز منتظر ما باش. چرا تو هنوز نرفته؟ انسانی بیغیرت. الیف الیف تو چی میکنی؟ ده اصل تو بگو چی میکنی؟ بگو الیف کجاست؟ الیف الیف شما کی هستید؟ معذرت میخوایم. ما اینجا به تفریح آمدیم آمر صاحب. بچه مرا تهدید میکنی؟ نه خیر جنرال صاحب، چرا تهدید کنم؟ فقط کمی با هم جنگ کردیم. مرا چی به او دختر؟ بریم. چی شده دنیز؟ در داخل کسی دیگه است. براتان خود گفتم دوست دخترم در داخل است. تو چی نقشه داری ها؟ شما تشویش نکنین جنرال صاحب، همه چیز تحت اداره است. چند دقیقه بعد خودم پشت الیف میرم. امیدوار استم امی قسم شوه. اشتباهی بعدی را قبول ندارم. اگر نه نمیبخشمت. حالا دیگه درست است. تشکر میکنم. در داخل خانه نشانه انگشت نیست. دنیز کافی است دیگه. عجله کو، باید خانه بریم. این موضوع را بسته میکنیم. بیبی دختر فهمیده که نمیشه رها کرد رفت. از تو کده هوشیارتر بود. درست است؟ عجله کو، قبل از اینکه بیاب شویم باید از اینجا بریم. حالا اردا تو هم بشی. عجله کن. الیف کجاستی؟ ببین آمدم. الیف تو کجاستی بگو. لعنت به شیطان. ببخشید این موتر به استانبول میره. بله. برادر ما پول ندارم اما بسیار در مشکل قرار دارم. اگه در موترتان جای است میشه مرا تا اونجا ببرین؟ کدام گپ نیست خانم، بفرمایید. پس یک بار به یک جای زنگ زدم میتونم؟ درست است، اما عجله کنید. زنده باشین برادر. میبخشید ما باید یک جای زنگ بزنم اما پیش ما پول نیست. درست است، مهم نیست. بفرمایید.
بله؟ هولیا؟ خواهر؟ میشه بگوی او تلفن پیش تو چی میکنه؟ دینیز بیادر برم داد. تو ایربان بگو که در کجا هستی؟ در شیل هستم. زیا مرا اختطاف کرده به مشکل خدا نجات دادم. اما حالی یک موتر پیدا کردم میایم. خواهش میکنم به دینیز خبر بده که در ایستگاه بیایه. درست است تو تشویش نکو. من برش خبر میتم خواهد آمد. متوجه خود باش. بسیار زیاد متوجه خود باش. بسیار زیاد تشکر. چی شده؟ کسی زنگ زده؟ نه خیر، دیدم که کسی زنگ نزده باشه. تو هنوزم در جستجوی ایلیف هستی؟ نکامت در راست. بیا که یک جای ازش پذیرایی کنیم. چرا به خود درد میتی بچه یک دانیم؟ معلوم میشه تو را دوست نداشته. اگر نه ما خو وظیفه خود به خوبی انجام دادیم ایره خو میفهمی. خواستگاری هم کردیم به خرید روسی هم رفتیم. مادر ایلیف و قسم دختر نیست. حتما در کدام مشکل بند مانده. این قسم میگی بچیم، اما پلیس چرا پیداش کرده نمیتونه؟ دزم تو بالایو بچم تهمت کردی. بچیم پشت او دختره ایلا کو. این موضوع را بسته کو. اگه ترکت کرد پس تو هم ترکش کو. مادر حتما کسی به ایلیف ضرر رسانده. اگر نه او قسم دختر نیست که یک روز پیش از نکاح ترک کنه همه چیزه. دینیز بس است دیگه بچم، بس است. بگو کی برش ضرر میرسانه؟ کی؟ نشرم بگو که پدرت دختر فرار داده. بگو نه دروغ میگم شنایی میخوای همین رو بگویه. حالا نشرم بگو بچم، بگو دیگه. بله پدر، این موضوع به فکرم آمد. درست است، به فکرم آمد. من چی گفته بودم شنیدی؟ چی میگم؟ من دروغ نمیگم. برو بچه برو، رفته میتونی. برو بچه برو، کمی تنها باش و او دخترم از فکرت بیرون که. برو دیگه برو. سنجر چرا قسم میگی؟ شک میکنه. شنایی این روشم است، روشم است، ها روشم است. او آدم چی کرد؟ دختره پیدا کرده تانست؟ احمق تا هنوز پیدایش نکده، دال جستجو است. اگه او دختر دوباره به خانه برگرده ما تبا میشیم، از بین میریم. چو باش مام نمیفهمم چی کنم. صبح بخیر. صبح بخیر. سنم کجاست؟ حتما در اتاق خود است. خانم سنم بیرون رفتن آقا. بیرون رفتن؟ بله. ما دیشب نگفته بودم که سنم نباید از خانه بیرون بره؟ ها؟ ما برش گفتم اما تنها گفته نمیشه خانم ایجا. باید متوجه دختر خود باشی، فهمیدی؟ فقط برش گفته.
اگر نمیخوای که به خواهرت ضرر برسه پس خاموش باش. چی شد جواب نمیتا؟ حتما نشونیده. هر وقت متوجه شد زنگ میزنه. حتما سنم است. شماره ناشناس است. بله. در مقابل دخترم میخوایم. میخوای چی بگویی؟ هیچ کس را در این کار دخیل نمیسازی. اگه نباره دیگه دخترت دیده نمیتونی. گوش کو که چی میگم. اگه با یک تار موی دخترم هم ضرر برسانی باور که تو را از بین میبرم. قدرت سنم چی شده؟ گوش کو او دخترم است. دختر قدرت کارهای از فهمیده شد یا نه؟ بله انسان بالای اولاد خود دل میسازانه متونیست؟ حال نی رتبه و نی مقام برات فایده رسانده میتونه. دخترم بته دخترت بگی. بگو برم دخترم کجاست؟ بله دخترم کجاست؟ دخترم کجاست؟ چی شده؟ گنگه کو خدا. هولیا خواهر خبر نداشتم منو تعقیب کرد. درست از گریه نکن تو را نجات میدم. خدا جزای تبت احمق. ما به تو چی ضرر رساندیم؟ تو از ما چی میخوایی؟ تو مرا مجبور به این کار کردی. تو حالا آخرین فرصت برات میتم. اگه عقل داری ازش استفاده کن. خواهش میکنم خواهر من رها کن. چیزی را که گفته بودم باید انجام بدی. فکر کن که چیزی نشده و پیش دینیز رفته سر میز نکاح میشینی و در آخرین لحظه با چشمای دینیز سیل کردم میگی که من از زیاره دوست دارم. نه خیر من این کارا کده نمیتونم. این قسم است. پس ببین صبر کن. درست است. صبر کن الهیشو هرچی بخوای انجام میدم. کافیست که خواهر من رها کنی. درست است. میره قبول کردن نمیتونم. باید برش بگویی که لیف دخترش است. اگر من چی شده؟ همه قدر ظلم کافی نیست؟ کم بود چشمای ما بسته کده بیارنم اینجا. دعا کو که زنده آمدی. او احمق دخترم اختطاف کرده. ابراهیم میگی؟ با ما تمثیل نکو. تو هم در این کار دست داری. ابراهیم این کار نمیکنه. هرگز نمیکنه. او احمق مرا تهدید کرد. گفت که در مقابل دخترم بته. عجله کو برش زنگ بزن تا دخترم بیارم. زنگ بزن. ابراهیم میشه بگویی که تو چی کردی؟ رانا تو در این کار مداخله نکن. با بیادرت بگو اگه میخوای به دختر خود برسه باید دخترم بگویه. ای کار نکو ابراهیم. گوش کن سنم در این کار هیچ گناهی نداره. دخترم هم هیچ گناهی نداشت. با بیادرت بگو در قبرستان منتظر هستم. به غیرت چی گفت؟ ابراهیم تصمیم خدا گرفته بیادر. من هیچ کاری کده نمیتونم. هیچ کس کاری کده نمیتونه. باید گپش قبول کنی. دنیز الیف کجا بودی؟ با تشویشت بودم. کجا بودی؟ بسیار با تشویش بودم. بیبی آلخا آمدم. کجا بودی؟ خوب هستی؟
میگم برات لطفا آرام باش. آرام باشم. فکر کردم اختطافت کردن. او قسم نیست. من خودم رفته بودم. چرا؟ ترسیدم. از چی ترسیدی؟ از اینکه به تو ضرر نرسه. خانواده‌ات به عروسی ما راضی نیستن، تو میره میفهمی. بس است دیگه، بس است لیف. نمیخوایم دیگه باره بشنو. خواهش میکنم یگانه خواست من عروسی کردن با توست. من خسته نساز، جگر خونم نساز. وعده میدم دیگه نمیگم. درست است. پس بیا که بریم. باید آمادگی نکار بگیریم. دیر نشه. بریم. بیاین. این کارتان پیش 12 کسی مانده بود. رفتم میتونیم. ای خو حسنم است. ای دستمال خو حسنم است. قدرت حال ما چی کنه؟ خانمی جان اینجا دوای ما بیار. زود چه گفتم؟ ما باز میکنم. الیف تو کجا بودی؟ الیف تو را چی شده جانم؟ بسیار ترسیدم، بسیار به تشویشت بودم. چی شده میشه که برای ما بگویی؟ مهم نیست، بعداً باز گپ میزنیم. در زمین باید حالا آماده شویم. همتون نیست باید به نکاح بریم. مادر. دنیس؟ پدرم کجاست؟ در خانه است. چی شده بچه؟ پدر الیف پیدا شد، خبر شدی؟ چطور پیدا شده؟ مهم نیست مادر، بعداً براتون میگم. آماده شوین، باید به نکاح برسیم. یعنی چی سنجر؟ حالا میپرسم خانم. الیف در مقابل همگی میگه که مرا دوست داره، فهمیده؟ این نقشه به نفع ماست جنرال صاحب. مطمئن هستی؟ خب بعداً باز میبینیم. برو آماده شو. نباید بچه خود در روز خوشی تنها بانیم. بالای ما باور داشته باش. برو، باید سر وقت برسیم.
دخترم کجاست؟ اصل تو برم بگو که دختر ما کجاست؟ او را مشناسی؟ دختر ما میگی؟ با فرزندی داده بودمش. از بدشانسی ما او به شهر آمد. اما شما را تنها میمانیم. بسیار زیاد مقبول شدی. در خوابم همه قسم دیده بودم دی. تو مرا در خوابم دیده بودی؟ اما این حقیقت است الیف. تا آدم مرگ از هم جدا نمیشه. نام تخلصتان چی است؟ الیف گورال. نام تخلص شما؟ دنیز آیدین. به خاطر عروسی کردن با یک دیگه تان به دادگاه رسمی درخواست داده. نظر به تحقیقاتی که مامورین ما انجام دادن، هیچ نوع ممانعت به خاطر عروسی شما پیدا نشد زوج جوان. حالا یک بار دیگه در حضور شاهدین و مهمانهای ما اگر بیان کنین که شما میخواین عروسی کنین، باز ما میتونم شما را خانم و شوهر رسمی اعلان کنم. شما الیف گورال. فکر میکنم کمی هیجانی هستید. دوباره از شما میپرسم خانم، شما الیف گورال، آقای دینیز آیدن، بدون هیچ نوع فشار شخصی یا چیزی با رضایت خودتان با صفت شوهر خود قبول داره؟ به عنوان شوهرم قبولش دارم. مرا نجات بده. میمرم. نشانی دختر ما برم میگی؟ برم میگی نه؟ میگم. مرا نجات بده برات میگم. چی میشه؟ درست است تو رو نجات میتم. بخیز به شفاخانه بریم. بلند شو با ما تکیه کن. الا یک عمر خوشبختی برتان آرزو میکنم. بسیار تشکر.
عروس خانم ایره به شما میتم. قرار بود مانع این ازدواج شویم سنجر، اما با دستای خود ما بچه ما را برش دادیم. شنایی درست است، خاموش باش. نمیخوایم بیشتر از این عصبانی شوم. بیا پدر، با ما تبریکی نمیتن؟ خوش باشی بچه. مادر جان، بالاخره با آرزوی خود رسیدی ها؟ از برکت شما کمکتان هیچ وقت فراموش نمیدانم. خدا را شکر این روز آرام دیدیم. انشالله شاید روز جدا شدنتانم خواد بودم. بگو جنرال، بگو، خواهش میکنم بگو دختر ما کی است؟ دختر ما کی است؟ شاید از بین بری جنرال. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди писариаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ман Юсупо Астора, оиладор соҳиби 3 фарзанд, старши директори компания Фаберлик. ҳамаи шумо занҳои хонашинро ба кор даъват мекунам. дар командаи мо зиёда аз 1000 нафар занҳои тоҷик занҳои хонашин кор мекунанд. навобаста шумо дар тоҷикистон ё дар Русия. маоши нағзам мегиранд. маош ай 70 сомон то 7000 сомон. айни ҳол шумо дар болои экран маҳсулотҳои компания Фаберликро мебинед ки бениҳоят босифат буда нархи дастрас дорад. барои фармоиш ва кор дар WhatsApp нависен, ҳамашро мефаҳмонем. номнавис шудан ва омӯзишаш ҳамаш бепул аст. мо ба кор қабул мекунем фақат занҳоро. хоҳиш мекунам фақат занҳои хонашин, занҳое ки ба ҳамин кор ниёз доранд нависен, ҳамашро сода карда мефаҳмонем. кадоме ки кор кардан мехоҳад марҳамат нависен дар номеро дар WhatsApp. боқӣ дар амони Аллоҳи меҳрубон бошен. худо ҳаматона нигаҳбон бошад.